هم میتونن نگذارن که حضرت نوح نبینیم روش نبینیم او سوره نوح حضرت نوح بخون یکلات پاره میشود خدایا گفت شب دعوتشان کردم روز دعوتشان کردم این شب و روز دعوتشان انی دعوت قومی لیلا و نهارا شب و روز دعوتشان کردم زارشان کردم گفتمشان فلم یزیدهم دعای الا فرارا دعای من ورا من شاید نکردم اگر از روی گریخته دعاهای حضرت نوح درر شدن همه یا عبادتن همه یا طاعتن همه یا دعا عبادتن دعا عبادت است ها میخواهند که سلامتی خود را برقرار نموده هجوم گیرند ولی جای مناسب و باوریناب ندارند. برای شما یک شانس بسیار خوب را پیشنهاد می‌سازیم. اکوی بختیار در نزدیک بازار صداباد آفیس هجومه خود را کشودند و اگر شما می‌خواهید که سلامتی خود را برقرار سازید با این رقم‌ها زنگ زنید. هجومه و صد درد شما دوام می‌بخشد. گنگ در این ویرانه دنیا تا ساعت یک دره میشیش تا ساعت 12 یک میشیش ایده در بالای جای نماز بود ایده توفگیر خدا نصح بنده بگی خدا نصح بنده بگی خدا نصح بنده بگی در یه نمازش با جایی شرکت کردیم 37 بار سبحان ربی العظیم در رکوع گفتم 37 بار در سجده گفتم کیور نکرد بودم این حضرت امونا که خوندم بگیرم من میرم ای پای کارم یوشم زن دارم خونه دارم فرزند دارم تمام کرد این همه را سپورید از خدا این کار این شوخی ندونه شما این شریعت کار من همه پشم تنم میخیزه تعدادی به خوب قطعی حج گردنی همون شاقشی گوشتی خوب خور گوشتی سکون خدا پناه بوده علم کاری حضرت رسول الله علمای اهل علم بودن 1 کیلو علم 10 کیلو عقل در کار برای علم 1 کیلو علم ده اون کیلو عقل کرد 10 کیلو عقل که برای استفاده برد بود او علم با عقل در اردن یا علمش عقلش زیوتر بعد دیگه نشده پاس برای که هر گفت میگه انا آدمی که عقلش کلان علمش اندک نیکی عقلش کلانه گفت بسیار میزنه میگه بسیار خطا بسیار پیدا میشه خود میشه نمیفهمه این شوخی نداره یا آدم سلبندیش جلک پوشیش فتواتیش کسی مسخره کنه کافر میشه این شما ایتا شوخی نفهمید خصوصا در باب دین احتیاط کنید همین انیکدودا و همین شوخی های اخیر زمان اکثریتش کفر است اکثریتش کفر نباشه گناه های غرقه گناه کبیره هست برای که اکثریتش مضمونی همون فکر نمیکنن اعوذ بالله کتابا را علما را پرسه یک آدم حتی بگه خدای طور سر در همین کلمه بعضی علما حکومت پرسته است کتاب شمس حضرت مولانا شمس تبریزی را بینید خدای تو برای که برای خدا جا مکان اثبات کرد گفتم طور سر خدا اگر نمی عامیای ما و کودکای ما پیش همه خدای طور سر میگفتن کتابا را ببینه کتابا را بخونه همین ده حتی خطر گفته است خطرناکه همه گفت گفتن نگشت بسیار علما حکم کرد برای مکان اثبات کرد این با علما و دانشمندا 15 تا شد یک مصیبت الرحمن علی العرش استوا این همین آیات در کچوکچ چپ و چپ خدا در بالای عرش استوا کرد اقامت کرد بالای عرش برآمد خیلی اون سه لایق به ذات خداوند است با آیت ایمان داریم با خبر آسمانی بودنش ایمان داریم با پیغمبر نازل شده است ایمان داریم خداوند همین کار انجام داده است ایمان داریم کیفیتش که خیلی در بالای عرش برآمد خدا اوش به حال خدا به ذات خدا میسپاریم کیفیت چنده چطگری نمی‌بینیم این نیست در قرآن وجه الله آمده است ید الله آمده است این الله مع المتقین آمده است الا این حزب الله هم الغالبون آمده است این خیلی صدها آیتی که خدا با بنده هاش مخلوقاش چه یک جایه گفته است دست خدا روی خدا یاری خدا نصرت خدا ایمان داریم آیتی ایمان داریم فرمان خبر خدا صادقی بر رسول الله آمده است نیکی چگونگیش در ذات خدا چه خیلی در ذات خدا این الله مع الذین تقوا والذین هم محسنون خدا قطعی کسانی هستی تقوا از کفر کردن و آنها نیکوکارند خدا قطعی دیگران نیست قطعی دیگران نیست این کافرها و به ایمانا و به دینا و نامسلمانا و یا به خدا ماندن همون را خدا رشد داده ایست نفس داده ایست جان داده ایست نگهبانی که ایست های بگه درم جواب شو بچه لبای چکار کنم هموار را غیر دینا را این مسلمان حال نیست این الله مع الذین تقوا والذین هم محسنون آیت چیه
این همین آیتی که کدام انسان یک کس استاد گرفتنی باشه یک کس نصیحت راهبری اگر بخواه همین آیت بخونه در خواب یا در بیداریش خدا ارشادش مینه که پیشی فلان برو و او را پیشکی خبردار مینه که یک کس روی مینم یک گپش بگوده دلش تازه شوه و او پیشکی تو میگه که خواب دیدی اومدی ها در خواب گفتن خبره پیش بدانی یا آیت قرآنی طریقت شریعت از حضرت محمد صلی الله علیه و سلم همش ذات و صفات خداونده شریعت ظاهر پیغمبران فرض واجب شای طریقت همت شای سنت و آداب شای ننگ و ناموس شای خداپرستی و عشق خداوندی شای ایش همت شای اختیاری گناه نه کسی بکنه نکنه و من اللیل فتهجد تا فرسیدن 5 وقته نماز به یک روایت فرض بود تهجد در پیغمبر خدا و یک روایت تا روزی وفاتشون در ذمه‌شون فرض بود بر امت امر نافله امر آداب بخونه ثواب نخونه گناهگار نه امت گناهگار نکرد او را بینه شب همه بیدار بودن نصفه او این قسم منه یا از نصف کمتر کن ثلثه سه یک شب این را بینه این خداوند ببینه برای او جمله شبها مصطفی بیدار بود اتفاق یک شب خوابش را بود اندر آن شب هم به فرمان خدا آمد این آواز به گوش مصطفی ای محمد خواب تو ز بنده نیست هر که در طاعت نباشد بنده نیست پیغمبرها کل حیاتشون خواب نرفتن به یک روایت رحمت للعالمین خواب رفتگی نیست 2 ساعت روز از روز خواب میکردن ده همون شب خوراک میکشدن العینان تنامان و القلب یقظان چشمها در خواب دل من بیدار در ذات تجلیات نور الهی مستغرق است گفته این خونه را این یک شب خونه را 2 شب 3 شب خونه را ببین که احوال چی میشوه شما سرخ میشوند سر جسد ضعیف میشوه اشتیا گم میشوه پاها و دستا درمند میشوند استخوانها فرسوده میشوند ما در قصه حضرت زکریا استعیذ بالله و حن العظم سست شد استخوان از من حضرت پیغمبر خدا استخوانم سست شد و اشتعل الرأس شیبا موی سرم هم سفیدش دست که موج میزنه اول بعضی علما و دانشمندا و صالحای امت ریشای و گوشای و موی سرشون نگم نی انت موجه میزنه انت موج میزنه نور عبادت نور ایمان سر من از سفیدی رو موج میزنه یک فرزند بته نرینه بته یریسنی و یریس من آل یعقوب علیه السلام یک پسر بته که من و فرزندای حضرت یعقوب از اهل بیت حضرت یعقوب چی کنه میراث بری کنه مسجد امام شوه تربیه دین شریعت نصیحت کنه انا نیکی ولی 55 برای ولی 60 برای و حلال عظمن همه فعویبند ولی میگه بخونده بش نفعویدیمش نیکی بعد عمر آمد بعد به حلال عظمن اینم یه حلقتی هم سرم میموندم اکثر خیلی چند ساعتی باشه 4 ساعت 6 ساعت یا زیاد یا کم شب همو خلقتی میخیستم کدام ساعتی چند ساعتی خواب رفتم همو خل حاضی ایسی میگه 10 ساعت اینجا در من میشه اون ایسی میگه در من میشه اون میگه در من میشه اگر ما طول 15 سال جوگر میانداختیم قبلنده در بالای پلاسون رفتیم برای شب در خواب نمودیم یکی عزیزا همه خیال کردن در بالای کاخ خواب میرفتن این کاخی در خوابی براحت نمیبره بسیار پهلو میگردینی و سخونو در من میشن میخیدیم خوابی براحت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و یه شب همی چادرشون بیمار بودن چادرشون 2 قوت یکی 4 قوت کردن در تیپوشون پرتافتن شب خواب رفتن تهجد خیسته نتانستن سحری از مادران سوال کردن تجسس و تفحص کردن که جاگه من کی دیگرگون کرد گفتن یا رسول الله شما را در من مانده شده دیدیم جاگه تون را قوته کردیم ده براحتر شود گفتن کار کردی که از نماز شب مانده منم اگه رحمت للعالمین ملایم شدن او جاگهش که او خیل کرده باشه ما در جوانی من ایسی بود 40 سالگی من در بالای پلاس خیل حاجت خدمت برادر فرزند جبت کمپیرک همش بجا بعدی او نه او بالای کاخی و سختی که برای در خونه مونه یکی در خونه رو